ҳолатҳои таҷовуз ба номуси кӯдакон, яъне ба истлоҳ педофилия зиёд шудааст. сабаби ин ҳодисаҳо чӣ метавонанд бошанд? سبب این حادثه ها را میتوانیم گفت درست نفهمانیدن مسئله های عائله داری، نوابسته از این نبودن سواد و یا اینکه بی‌مسئولیتی، نداشتن مدنیت، همچنین داشتن فرهنگ پست آنها. با فکر من از بسیار واضح چیز از بیکاری است. نظارت کمتر می شود، از همین سبب ممکن که همین چیزها زیاد شوند. Нечем заняться, наверное, что ли? Я так думаю. Поэтому так и происходит от безделия. کار نمی‌یابد. چی گونه این گونه حادثه ها را پیشگیری کرد؟ مثلا کدام چاره ها را باید حکومت، جامعه، مردم، ما و شما اندیشیم که این گونه حادثه ها پیشگیری کرده شود؟ دین بسیار یک مکتب بزرگی هست که خصوصا دین اسلام برای تربیت انسان همه چیزا در اونجا نشان داده است، دیده است. Надо быть построже. Тогда будут бояться и будут думать, прежде чем этим заниматься. کارهای فهماندهی بسیارتر بردن در کار. بین همین اهالی دا بین جوانو دا چیز بین جوانو دا بسیار شده است. فهماندهی نیست عموما این چیز. جزا برای همین گونه جنایت باید چگونه باشد؟ جزای قانونی یک عمر حبسی یک عمر داده شود. طرفدار ما میخواد شود. چنین آدما را بغیر از آن که قانون جزا میداد در محبسخانه ها چنین شخصا را با جزای سخت‌تر میدادند. برای هم به همین خیلکار باور روا میدیدند که دیگر به دیگران پند شود. محبس و میشیند میبرد با همون کارش میکند کو یک عمره کیان دیگه همش نکنن آدما کم تروی شوند ترسن با آنها حکم سود دهند گرچنده که هست ولی اینکه مهلت‌های آنها زیاد کرده شود. جزا سست است. بعد جزا میتیان بعد چیز کم تر وقت گذاشتن با عفو میکنن. همون عفو کردنشون لازم نیست. اون گذرا همه چیزش. یا که حکم پرانشون تیان یک برده قتل یک جانی وای خلاص می شود. من در این کار راضی نیستم. او را هر روز قتل کردن در کار، یعنی دست بریدن در کار، پاش بریدن در کار، یگان دارون بوای روا دیدن در کار است. و چنین آدما که همین خیلی سالهای سال عذاب کشد وای عذاب کشد و دیگران پند شود.